قوی هم ببخشینو کیل خب به بادکشی هم هست. بیا بریم دوئل اگه راست میگی. آقا من شماره 3 تو شماره 1 حله. نه بذار اول کیلو رو بگیره بعد میدونم اول داری فقط ادعا. کیلو ول کن بیا بریم دوئل دیگه. 5 دقیقه 7 آبادشو نمیزنم. اومده میزنم. یکی کیلوش بیشتر باشه یه تو شماره یک ما دوتا. نگران نباش یه جوری کیل میزنم کیل صداتون رو هم به من نرسه. دارم حرف میزنم یه دقیقه ساکت شو. این میخواست کیل زیاد بزنه کیلوش بیشتر باشه اون قوی. وایسا بزنم وایسا. آی حاجی فرار کرد. 1 کیلو نصف فرار کرد. ببخشینو چرا حالا فوش میدی؟ داداش دست بعدی بریم دوئل ببینیم که ادعا حالا فعلا داریم مسابقه چیز میدیم و هر کی کیلو بیشتری بزنه. خب به من برادر خوابیده. از اول مچ داریم در مورد اینکه کی قوی تره بحث میکنیم. به من میگفتین زودتر. همینجوری نمیدونستی دو تا کیل زدی. به من میدونستی که شماره 1 و شماره 4 با هم تیمن. من و تو هم با هم بالا دزدیده بودم و حیف شد. یکی در دستم در رفت. ایشالله بعدی. من آرمور میخوام بچه آرمور نرم کمک. کلا یه دراپ بیاد من اینا رو پاره میکنم. Herkese salam. کلم کرده میگم نخیر. واسه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا هو ولا الغیوم لا تقوزه سنة ولا نمله ما السماوات ما في الأرض. به جای اینکه به هم تعارف کنید بیاید منو کاور بدید. الان میریم لابی مثل سگ. چرا زمین پیدا کردم من خودم. من کاری نمیدم ولی با سه نفر با هم خیلی خوب داریم منفی در بردیم. منفی مثبت با هم دوست شدیم. بریم اینجا یه دو به تک بزنیم. خب بس دیگه پر رو میشیم. این دست خیلی کم گرفتم. نه به دست پیش که 20 تا کیل گرفتم. دقیقا خوب گفتی. ما که نبودیم باور کنیم. فکر نکن اونجا معلوم میشه خودمونیم دیگه بالاخره معلومه پیلا رو داری برش کن. دوئل ببینیم کی بازیش بهتره. حواست آیون داداشه یه خورده آرومتر. 3 نفری ریختی سر درو. دارید منو میز 550 خود دراپا رو چیکار میکنید بچه؟ آها ندیدی. باشه الان دوباره برات اجرا میکنم. ببین اول به سمت دراپ حرکت میکنی. این زرد پایین رو میزنی. گانتو انتخاب میکنی و تمام. به آدم اصلا عشق میکنه اینقدر پلیر پرو میبینه. آقا این یه ذره غیرتی بود. این دوتا اشتباه کردم. آقا من بنده عذرخواهی میکنم. آقا این اومد. این شوخی نداره. من آرمور ندارم. من ول سلام من مختار هستم و من به دنبال یک دوست دختر بذار آرمان پر کنم. نفری که هم یه کانیک گیر کردم. وولبنگ یه داره ژاندارمری دارم شکایت ژاندارمری دارم شکایت
دنیا بزن دیگه اول داره میاد تو بزن نو برم نگاه خط میگیره یکی رو زدم فایر ریت هم اون دست سریع نبود چرا اینجوری؟ نه آقا اوکی شما بردین بازیتون هم خدا وکیل خوب ولی خدا وکیلی دوتایی خط نگیرین نریزید سر آدم قشنگ بازی کردیم ولی میگم قشنگ بازی کردیم. آقا دیدید که تیم حریف باخت. پس لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. چنل تلگرام هم رو صفحه میاد هم تو دیسکریپشن تگ شده. سر بزنید که میخوایم کاستوم بذاریم و دیگه تو گپمون هم جوین شید. عشق و حال تا یه ویدیو کلکل دیگه. پیس اوت.